چند سالشه؟ دقیق یا تقریبی؟ نه دقیق. دقیق که نمیدونم. تقریبی چی؟ تقریبی بین 20 تا 30. یعنی تقریبی چرا دقیق بین 20 تا 30. سیما فرانسه میخونه. واقعا؟ وی. و در چه مقطعیه؟ کارشناسی. یه ارشد. یا نمیم کاردانیه یاد نمیم تو این آموزشگاه از کاردانیه نمیدونم. کجایی هم بابا؟ مثل خودمونه. یعنی همشهری هم؟ نه همشهریشو نمیدونم ولی چیزن هموطنیم ایرانی هن. اینو مطمئن. پدر چه کاره است؟ گاودار. جدی میگی؟ پس همکارم هستی؟ واقعا؟ آره دیگه خودت گفتی. چیو؟ گاوداره. آها بابای سیما خانم گفتیم. بابای سیما خانم. نه شما گفتین پدر، فکر کنم پدر خودمو میگین که گاودار، یعنی میشین شما دیگه. شما بابای اونو من نمیدونم. خونه زندگیشو دیدی؟ از تو نه از بیرون، یعنی در و پنجره. پس اشراف کامل داری؟ بله اصلا میگم تو مشتم کامل.